خبرهای آخرین از مرز تاجیکستان و قرقیزستان. کمیسیون مشترک به کار خود ادامه می‌دهد. صبح امروز 17 سپتامبر سال روان در سرحد جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در منطقه نزدیک مرزی گلستان کمیسیون مشترک کاری اوید به اعتدال آوردن وضع و رعایت طلبات آتشبس به کار خود ادامه داد. گروه مشترک کاری از جانب جمهوری تاجیکستان تحت رهبری رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت، از جانب جمهوری قرقیزستان تحت رهبری عبدالکریم علیمبایف رئیس ولایت بودکند برای رعایت حتمی آتشبس نظارت می‌شوند. همچنین کار گروه مشترک از جانب هیئت مقامات قدرتی هر دو جانب نیز تنظیم کرده می‌شود. فعالیت منظم گروه مشترک کاری برای به اعتدال آوردن مرز و نظارت رعایت طلبات آتشبس ارزیابی گردیده وضعیت مذکور تحت نظارت پیوسته جانب‌ها قرار داده می‌شود. بعد اظهار داشت که وضعیت مرز جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان نسبتاً معتدل ارزیابی کرده می‌شود.